بیایید با هم مشکل چند تا از کاربرامون رو بررسی کنیم. کاربری پیام داده بود، گفت که من چرا نمیتونم سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه داشته باشم. وقتی بررسی کردیم دیدیم مودم بیسیک تک بانده داره. اصلا مودم بیسیک ظرفیت سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه رو نداره. برای دریافت این سرعت حتما باید مودم دوال باند داشته باشید. مودم هایی مثل XX و W5. کاربر دیگری بهمون پیام داد و گفت اینترنت هم خیلی اختلال داره. وقتی کارشناسانمون بررسی کردن دیدن از مشترکین قدیمی ما هست، اما طی این مدت اصلا به مودمش رسیدگی نکرده بود و سیم پچ کردش پر از خاک بود. خب این یکی از دلایل اصلی اختلال و قطعی و نویز میتونه باشه. کاربر دیگری به ما پیام داد و گفت اینترنت من سرعت و کیفیت مناسبی نداره. بعد بررسی که توسط کارشناسان فنی انجام شد دیدیم شرایط نگهداری از مودم و سیم پچ کرد مودمش نامناسب بود. سیم پچ کرد مودم تا خورده. همین دلیل اصلی افت کیفیت و سرعت هست.